اینم به عرض دوستا برسانم، کسایی که از پیج مستقیم پیج ما میایم بسته بازار بگردم 500 زیر فی بازاره. کسایی که از پیج شما یا از یوتیوب میایم بازم 500 ما کم میکنیم. کسایی که مثلا باز به حساب تعداد بخوایم مثلا عمده بخوایم او هم قیمت زیر فی بازاره، یعنی زیر لیلامه. کسایی که مثلا باز 5 تا بخرم یک دونه جایزه و برنامه قبلی ما گفتیم بله کلا دیگه لیلام هم شما به جریانیم که هفته یک روز ما لیلام داریم روزا پنجشنبه، یعنی هر هفته بله آدرس هم میگم هر هفته کلا ما لیلام داریم. تینی که مثلا به ما یک روز باشه هر هفته پنجشنبه لیلامه. آدرس هم خب سرک 64 متره بین امام مسلم 38 و 36 فروشگاه میوان بولک طرف قبله میشه. از هر کس بپرسن، از هر کس بپرسن آدرس رو بزنا میگم دوستان بجنیا. دکان ما 3 طبقه، یک طبق زیرزمینی که گودام، یک طبق خود دفتر، یک طبق هم بالای دیگه بین امام مسلم 38 و 36 فروشگاه میوان بولک بغل پمیر سیکلت. آدرس ما آدرس واضحه دیگه. این گودام دیگه باز دوستا که با گودام میایم که گودام خب باز تعداد دیگه تعداد کس بخوایم دیگه نمیت رخته دیگه میبینه خود شما 32 42 50 55 دیگه. این کانتینر رو به این خاطر ما با گودام نبردیم که جا نمیشه واسه چون گودام 1350 دونه دیگه تعداد اینا خیلیه ولی دیگه رقم جا نمیشه چون اینا چیندن از اینا من دوستام میچینن چیندن از اینا بعد برقم چینده شه که اینا جوره بعد چینده شه، یعنی صفحه به صفحه بعد چینده شه. ولی اما اندازه باید خودی اندازه باشه. اگه یک دونه مثلا خودتر یا کلانتر چینده شه باز مشکل از اون خارج هم که اینا میای به داخل کانتینر هم که میای یعنی می تعداد می رقم چینده شه. همین تعداد کم آماده هم لیلامه. اینا کلا لیلامه بله. همین یک هفته که ما به هفته یک روز ما بله به یک هفته ما به هفته یک روز که مثلا برنامه خو میگیم مثلا همو لیلام که داریم هر هفته لیلامه ان شاء الله روزا پنجشنبه در کل لیلام بله. نام خدا دیگه تجارت گرفتیم دیگه به خدا قاسم جان بم کاری که آدم هسته مجبوره کار رو به پیش باشه رو به پس نباشه دیگه. ما هم ان شاء الله با کاری که افتادیم نمیشه که پاخور پس کشیم دیگه چون کار ما کسب ما 14 سال 15 سال تعمیر کاریم مجبوریم با همون کار خوب باشیم. مثلا ما از خارجی که میستونیم تعداد که میای یا 500 تا یا 1000 تا یا کمتر بیشتر مجبوریم همین تعداد ور داریم. نمیشه که مثلا بگیم ما نمایی یا داریم چون شکر باز مشتری هم داریم، یعنی مصرفی هم هست مشتری هم هست میبرم دوستا دیگه ولایت ها میبرم به تعداد میبرم. یا که دیگه هم قیمتا تلویزیون هم قاسم جان خیلی ارزونه با دست آخر قیمتا رو از می اکثر به شما میگیم چون قیمتا شما نسبت به سابق اگه صحیح کنیم یعنی نسبه شده تقریبا. از اون سایز 55 42 50 مثلا 32 65 بگیریم قیمتا خیلی پایینه، یعنی قیمتا ما نسبت به بازار خیلی پایینه چون ارزون میخریم ارزون هم میدیم به فایده کم که یک روزه کار نباشه کار دائم باشه. آقا صاحب محترم بیایم از این برای ما بیشتر صحبت‌های داشته باشیم که پنجشنبه‌یار خود شما مد نظر گرفتیم که انشالله هر پنجشنبه شما لیلام بکنین و کسانی هم که از طریق پیج ما و شما البته میآیند بازم 500 افغانی شما مد نظر گرفتیم که اما موتر صحبت کنین چون او هفته که پیشتر ما موترای دیدیم شاهد صحنه بودیم که آقا محترم موترای زیبایی داشتن که تصاویر گرفتیم. نام خدا تشکر از همه شما لطف کردین که خوب ویو هم خورده ما خوشحال شدیم و شما عزیزای دل تقریبا به 8000 ویو رسیده. محترم به این وقتا ان شاء الله باز به ویدیو هست که باید تصاویر بگیریم. قاسم جان گل همین هفته پیش ما شما خود دید برنامه داشتیم که یک تشکر ویژه هم از دوستا داریم که ویدیو خیلی خورده بود باز دید خیلی خورده بود که بدیدم دیگه نظرانی که هم بدادم لایک هم بکردم تشکر از اونا. ولی دیگه این موتر ما کلا 4 تا بود که یک دونه بی ام دبلیو بود که به لیلام قدیشتیم همین پر روز معامله شد فروخته شد به 20 لک کالدار رو معامله شد فروخته شد. 2 تا موتر ما شما دیگه هم که به 20 لک معامله شد که موتر آلتیس 2009 بود اونم فروخته شد. فقط فعلا یک دونه لانکوریزر است که او هم یک هفته ما وقت دادیم از یک هفته 4 روز تیر شده 3 روز وقت داره دیگه. هم دوستا بیامدم جور نمادیم به حساب قیمت او هم به 25 لک فعلا دام لیلام، یعنی یک هفته گفتیم وقت داره یک هفته تیر نشد 4 روز دیگه بمونده. یک کانتینر دیگه داریم قاسم جان گل که با گمرک اراده یک دونه موتر فراری داره داخل دست پاکستان 2018 مدل اینه کمی کارا گمرک و مسئولی مونده ان شاء الله او هم بیروش باز او هم داخل از اون موتری است که ان شاء الله او هم مدل بالایی که یعنی نظیر از او هم بسته افغانستان هم نیه دیگه. او هم خیلی موتر مدل بالایه ولی
آپشن مدل مشخصات خیلی بالایه. یعنی ان شاء الله من بسته افغانستان هم فرریه دیگه، اگه شنیده باشید دوستا اسم اینا رو بریدم میشناسم دیگه. او هم ان شاء الله باز بخیر به می هفته نو بیرون میکنه. او هم از بودام از گمرک میاریم به اینجا میاریم دیگه. هم با شما تصویرای ببینیم موتر لوکس مدل بالایه. ما دوست داریم به خاطر از اینکه موتورهای خیلی شیک و پیکی آقا سب میاریم دیگه. ما کوشش میکنیم این چیزی بیاریم که به افغانستان بدیل از اون نباشه، چیز مدل بالای باشه که دوستا استفاده میکنن، آپشن مدل مشخصات همه چیز بالا باشه. چون دیگه کشور ما شام بعد رو به پیش باشه دیگه، تا بخیر رو به پس یک چیزی باشه که استفاده کنم که یعنی نظیر از اون نباشه ان شاء الله. واسه محترم بیایم که خود شما قدم بزنیم راجع به قیمت‌های هم صحبت داشته باشین که چند هنج یک وقفه کوتاهی میگیریم زودی بعد. خود آقا صاحب محترم بیرون شدیم به بیرون و این تلر هم که دیدیم همه LCD و LED بار داشت و فکر کنم خالی شد دیگه آقا صاحب. بله آقا سیم جان دیگه. این طبقی که پیشتر تصویر دوستامو بدیدم این کلا خالی شد. این کلا موتور حال میره بندر عباس میره. چون کنتینرها که از بندر عباس میره کنتینر کلا برگشتیه. کنتینر پس بندر عباس میره از اونجا دیگه باز از بندر عباس اینو باز میره به جبل علی دبی میره دیگه. باز بالاخره بار چیزی که بیه پس از اون باز انتقال پیدا میکنه دیگه. گودام هم دوستامون به جریان باشن در بالا گمرک دیگه. تعداد تلویزیون ما کلا هم اینجا تعدادی که مثلا تعداد مایم زیاد مایم کلا بیام از اینجا خریداری کنم. باز کسایی که مثلا چک مایم یا تعداد کمتر مایم باز ازم خود فروشگاه ازم بکن بزنم خدمت. بازم بیننده‌های عزیز ما جا داره تشکری و سپاسگزاری داشته باشم از شما. قلبا همه شما رو دوست دارم، به خاطر از این دوست دارم که همین ویدیو ما شما تماشا میکنیم. ما زحمت میکشیم، ما واقعا زحمت میکشیم. همین که شما میبینیم ما واقعیت میفهمیم که زحمت ها ما قابل قدره به نزد شما. شما برنامه رو اگه تماشا کنیم به شما قول میدیم آقا صاحب محترم هر هفته یا به هر 10 روز بهترین جنس ها ان شاء الله تعیین میکنن. بیاین که بهترین جنس ها به تصویر بکشین. میدمال هست، موتور هست، ان شاء الله روز فرا برسه که باز امید سکیلای جدیدی باشه. هر چیزی هست به نظر ما. از کنتینر که از خود سنگاپور می قاسم جان هر رقم باری هسته. گاهی وقتا سکل هم میایه، مثلا لوازم خونه هم میایه، گاهی وقتا لوازم لیلمی تکباب هم میایه دیگه. ما کوشش میکنیم بیشتر چیزی بیاریم که یک چیز جدیدتر باشه، مثلا یک چیزی باشه که دوستا استفاده کنم دیگه. هر کس راضی باشه، چیزای جالبتر جدیدتر میاریم که نظیر از اون نباشه ان شاء الله. تلر حرکت کرد بیننده‌های عزیز، رفت حرکت به طرف چی آقا صاحب؟ این طرف دیگه ان شاء الله از اینجا کارا از این خلاص میره بندر عباس. بندر عباس دیگه. ما هم LCD ها و LED ها به داخل انگر بچیندین و باز فکر کنم از اینجا انتقال میشه میره پس به بله از اینجا یک مقدار انتقال میدیم. چون باز اونجا تلویزیونایی که ما شما هفته پیشتر دیدیم اینا کم شد دیگه. اونا بیشتر دوستا بردم، دکاندارا بردم، کمتر شد. باز این تعدادی که اینجا مونده یک مقدار انتقال میدیم میره پس دکان ان شاء الله دیگه. بیاین که پس بریم خود شما داخل قدم زده آقا صاحب محترم. و آقا صاحب بیاین تلویزیونا رو بیشتر بریم و توضیح بدین کمی از این تلویزیونا. خاطر بیننده ما نگم اینا چی نوع تلویزیونه. بیشتر توضیحات داشته باشین. بله بیاریم همکار عزیز. بیشتر اینا مدل بالای همین کمپنی ها، اینا مدل ها اینا بالای اینا کج اینا. بله اینا مونانی میگم و ایلیدی میگم. مدل مشخصات اینا خوب بالای همین. اینا تلویزیون کج اگه دوستان کامل قسمت بگیرم. بیایم قسمت همکار عزیز بیاین پیش بیاین تصویرها خور بگیرین. فکر کنم شکم همکار عزیز متع افتاده کما که میته. بله ها انا دوستم کامره به سفیده. این کلا رنگ سفید اویلیدیه. خوب نازک اویلیدیه دیگه. این رنگ سیاه اینه. سیاه دیگه باز این هم که است رنگ سیاه. اینا تلویزیون کلا مدل بالای اویلیدیه. اینا تلویزیون مونانی کج اینا تمام صفحه مدلان 2020 4K اسمارت اندروید 40 GB حافظه داره.
یعنی تلویزیونایی هست که آخرین سیستم دیگه 3840 رزولوشن اینا 3D هم هست، یعنی عینک که بزنین فیلم 3D هم نشون میده. اینا قسم مشخص قیمتی؟ اینا قیمت ها اینا دیگه قیمت ها مور بعد جای گیر میکنه قاسم جان. بخاطر از این کانال قیمت اصلی هم مشخص کنین، قیمت لیلا میره. من ان شاء الله بعد از اینکه توضیح دادم دست آخر ازم سایز 42 تا 110 انچ یک لیلام همینجا خود شما دارم ان شاء الله. بله یک لیلام همیت کارتن بسته همیت پلم کمپانی ازم گودام خود شما یک لیلام داره. بس بیایم توضیح بده. این لیلام توضیح بده. دیگه این تلویزیون ها ما سایز 50 اینچ قاسم جان گفت باشه که ازم لیلام شروع کنیم خود شما. بله این 50 اینچ قاسم جان کمپانی سونی، سامسونگ، ال جی، فیلیپس، شارپ کمپانی مختلفه. هر کمپانی هر مارکی هست به اینترنت وصل میشه، وای فای وصل میشه، بلوتوث حافظه داره. قیمت اصلی و 10000 افغانی بسته بازار 20 پرسان کنم. 50 اینچ اسمارت یعنی ساده نی، اینترنت وای فای بلوتوث هم وصل میشه، کیفیت تصویری بالای. قیمت 10000 نه 9000 8000 7000 افغانی لیلام. 50 اینچ ما به 7000 افغانی. البته روزای پنجشنبه. بله 50 اینچ ما اسمارت 4K بهترین تصویر کمپانی و فیلیپس، شارپ، پاناسونیک، سونی، ال جی، سامسونگ 7000 افغانی. 50 اینچ ما لیلام. باز روزای دیگر هم ایتنیه که گرون بدن. روزای دیگر هم بازار پرسان کنم، هرچه بازار بود 1000 کم کنم. خب چنه خور بزنم 1000 کم. واقعیت 55 اینچ ما قاسم جان گل تصویر از این بگیریم. اینا کارتن بسته دیگه میبینی که این تلویزیون های کس کمی یک صد پیش از کنتینر بیرون شد. بله ولی باز نشده از کمپانی چالانه. چی رنگی پشت اینا دیگه رنگ‌ها از اینا سیاه و سفید هر مدل خورداره. بله 55 اینچ قاسم جان کل اصل قیمت 14000 افغانی بسته بازار پرسان کنم. قیمت گیرم 14000 نه 12000 2000 کم میکنه. 10000 نه 8000 بلیدم. 55 اینچ اسمارت به 8000 افغانی بلیدم. 8000 من دیگه تلویزیون من به خدا آقا صاحب خود من میتونم منکوف میشم گویا. کعبه شما اینا آقا صاحب ببخشید جلوی کعبه شما میگیرم. من فکر میکنم شما این مال خود خود آتش دارین چه کار آقا صاحب. این دیگه شما قاسم جان 8000 دیگه ما خود من شخصا بیننده دروغ با شما نمیگم، گپ واقعیت. من تلویزیونی از مارکت حضرت گرفتم 42 به 15000. رو هم سعی میکنم که کیفیت کال میام اینجا میبینم تو کیفیت هم نداره و علامت ما 42 روزی قیمت است. قاسم جان گل تلویزیون نو پست اول خود چینیه، دیوم از شرکتیه، سیوم مونده اونا مصرفی خود از او کشورانیه، یعنی مصرفی اینجیه. تاجر میگه میره مثلا با این مدل بزن با این اندازه بزنه که با این قیمت بصرفه. این تلویزیون ها کلا میبینیم اینا هم پشتان نوشته مید این ژاپن، مید این جرمنی، مید این اندونزیا، مالزیا، سنگاپور. این تلویزیون ها کلا مصرفی خود از او کشورها استفاده شده همون چیه. هم قیمت نسبیه، هم تصویر کیفیت تصویری بالای، هم گارانتی داره، ضمانت داره. این نیه که مثلا ما تلویزیون همیت چنسی بدیم به هر دوست رفیق میدیم ضمانت داره، حساب داخلی تصویری. 43 اینچ ما اصل قیمت 8000 افغانی قاسم جان، 8000 نه 7500 7000 6500 6000 بلیلام. 43 اینچ ما 4K اسمارت 6000 بلیلام. 60 اینچ ما قاسم جان گل 60 اینچ ما تلویزیون ما اول ندادی بدین دیگه. نه همون وقتا خب مال بسوند وقتا دیگه ما شما جریان ندادیم یک لیلام برنامه داشتیم. 60 اینچ ما مدل بالا 4K اسمارت وای فای بلوتوث اصل قیمت 16000 افغانی. 16000 نه 14000 14 نه 12000 12000 نه 10000 10000 نه 9000. مال فاتش میزنه بفهم به جلوی برنامه اینا خلاص بسته ایراد پرسان کنم 9000 بلیدم. واقعیت بگم خدایی بگم این جنس که من قیمت میبینم دل خود میسوزه. من دروغ نمیگم. باور کنیم اگر از ما شخصا بدون بیز قیمت نمیداد ماست میخریدیم ماست نه. شما چند اینجا 60 اینجا برادر کی میده به نو گفته 9000 افغانی بلیلام. پنجشنبه دیگه 70 اینچ داریم قاسم جان گل. این سایز هم 70 اینچ میفهمید. 70 اینچ هم کلونه تقریبا 1.50 سم برینه. 4K است، اسمارت است، اندروید است، حافظه داره، بلوتوث داره، وای فای داره. اصل قیمت 20000 افغانیه. 20000 افغانیه با 5000 تخفیف 15000 افغانی هم بلیلامه.
70 اینچ با 15000 افغانی. تو آقا صاحب 4K اسمارت اندروید موبایل کانکت میشه، دایرکت وصل میشه، بلوتوث حافظه همه چیز خودم داره. همین چیزی که شما میگم آقا صاحب یاد شما باشه که اینا نمیمونه، پس زنگ بزنین که یک کنتینر دیگه بیاد. من به شما قول میدم بیننده عزیز. با گمرک که پیشتر گفتم داخل هم موتر دارم، تلویزیون او هم به می هفته نو بخیر ان شاء الله بیرون میشه. به خاطر که اینا نمیمونه آقا صاحب بزی قیمت ان شاء الله کم هر کس ببینه ان شاء الله. سلامت باشین. 70 اینچ ما تقریبا 60 پای 50 پای 15000 افغانی بلیدامه. 4K اسمارت تصویر و کیفیت همه چیز. شما به ضمانت میدم که روشن شیطانی که میتونه بگم لیلام خاموش ببرین. چک میکنم به شما درسته؟ همه چیز به ضمانت بگیرید. دیگه این جهاز قاسم جان دارم بیاین. بیاین همکار عزیز بیاین. قاسم جان گل این قطار ما کلا 65. خب شما 60 داشتیم 80 داشتیم 65. 65 اینچ 4K اسمارت اصل قیمتی و 16000 افغانیه با 40% تخفیف 12000 بلیلام. 65 اینچ کمپانی و سامسونگ، سونی، فیلیپس، شارپ، ام آی فرق نمیکنه. اسمارت هست، 4K هست، 12000 بلیلام. 42 استوند ما که به 15 دل مرخون کرده. $200 همین دل مرخون کرده. دو تا تلویزیون ما میشو. راست میگی. دیگه قاسم جان گل این سایز ما 46 اینچه. 46 اینچ کمپانی سونی ژاپن 4K اسمارت اصل قیمت و 9000 افغانیه با 30% تخفیف 6000 افغانی هم بلیدام. 6000 افغانی. این سایز ما قاسم جان گل 40 اینچه. 40 اینچ. اینا رو میبینیم که دوستان میبینم تصویر رو که اینا کلا بسته کرده. این تسمه قاسم جان گل این تسمه خارجه، این تسمه کسی به افغانستان نمیتونه بسته کنه. اینا کلا به دستگاه بسته میشه، یعنی این کار دست نیست که مثلا به دست باشه بسته شه. کارتن و تسمه کار دستگاهه که هم خارج کاسته از طریق دستگاه بسته میشه. کارتن از چه در بالا به خاطر از این کمی شیشه از اینا نشکنه. بله اونجا ما می کارتن خود ما خریداری میکنیم، تسمه خریداری میکنیم به دستگاه است که اینا هر دونه $5 تنها بستمندی از میشه. قاسم جان گل $5 هر دونه از کمی کارتن و تسمه نباشه اینو خمش کنه. 40 اینچ اصل قیمتی و 7000 افغانی با 20% تخفیف 5000 بلیدام میاد. نه دیگه آقا فکر کنم بخیر انت ما هم دکون ایلانم. این تا قیمته که اینا 5000 همین تلویزیونا چه داره نمیدم آقا سوال بی شوخی میگم همین صندوقی میگه شما چی میگی تلویزیونا صندوقی قاسم جان گل حال کاسه با اطراف هم نه وره تصویری هم پایین مصرف برق هم دباله بدونیم 3000 حالا اینا برق خاموش باشه باور کنیم اینا خیلی کم مصرف. قاسم جان گل ما تلویزیونای داره که برق باتریه، یعنی به باتری سکل شما بزنید روشن میشه که مصرف وات 40 وات 30 وات مصرف برق داره. دیگه تلویزیون جدید دیگه نوع مثلا LED میگم اینا همش که تار خب تار بالای کلا شیشه ای. این شیشه کلا شیشه پایین کلا فرملس نازک 60 اینچ تلویزیون 9300 $. قیمت داره. با ساید اگر بزنم 55 اینچ LG OLED ایرم ما با 50% تخفیف ایرم به دوستان اعلام میکنیم. OLED قیمت 20000 افغانی. 20000 پنجشنبه پنجشنبه OLED چون LED خو ارزونه OLED کس باز فرق میکنه. سیستم فرق میکنه دیگه. سیستم مدل همین قطار ما کلا OLED کلا همین پسته رنگ سیاه سفید سرمه‌ای رنگ شیرچه‌ای هر رنگی که خواسته باشه بیننده عزیز هسته. چون دیگه اینجا نمیشه که ما رنگا رو به تصویر بکشیم به خاطر بسته بندیه. با شما که دوستشین بیایم به شما امر ما میشه. یکم به خاطر که تعداد زیاده مثلا تقریبا 1350 تا اگه ما ورق زنیم یک روز در ما لکن خو اینا تا شد و وقت میگیره. اینا چی آقا سید؟ اینا هم تلویزیون اینا با نانوسل قاسم جان گل اینا با نام نانوسل استفاده از اینا کریستال نانوسل. اینا تلویزیون سبودیه، یعنی شما عینک استفاده کنیم فیلم سبودی داخل از این بندازیم ویدیو تصویر کلام نشون میده، کیفیت هم بالاه. اینا نو از اینا 1100 $11.5 55 اینچ گیر ما لیلام میکنیم به دوستا روزا پنجشنبه به 18000 افغانی. بسته بازار رو پرسان کنم. اینا دش هم داره داخل خود ماوره داره 400 شبکه خودی میگیره. کلا نمای که ماوره میگه بله ماوره سر خوده. ماوره هم از خارج آمده خودی اون این ماوره بازاری نیست که چی باشه مثلا در کل ماوره دیگه. دیگه این سایز ما قاسم جان گل سایز 38 اینچ 38 اینچ تا 37 اینچ. اینا هم جنس ها جنس خوب ثابتیه. قیمت اصلی و 6.5 هزار افغانیه با 2000 تخفیف 4.5 هزار.
تصویری هم خوبه. این هم دیش تیوی داره داخل خانه دوست ما، همه چیز خور داره، اینترنت، وای فای، فلش، میموری، همه چیز چک هم تو بزنم. دیگه تلویزیون ثابته. دیگه کلون هم واسه جان گل این 20 قطار بمونده اینا رو خود شما لیلام میکنید. خیر از اعمال لیلام ما شروع کردیم، شما پنجشنبه بیاین ان شاء الله. چون پنجشنبه به جلوه باز دوستا باز نگم که لیلام نکردیم یا چیکاره. تلویزیون 60 اینچ کیفیت تصویری فول اچ دی، وای فای، اینترنت، فلش، میموری کار میکنه. اصل قیمت 14000 افغانیه با 50% تخفیف لیلام میکنه به 7000 افغانی. 60 اینچ به 7000 افغانی با 50% تخفیف به 7000 افغانی. آقا سه برابر چند تا ال سی دی میشه؟ این دیگه تقریبا برابر 2 تا و نصف ال سی دی شما میشه. اندازه و کلانتر هم کیفیت تصویری بالاتر. ماریت ضربه زدم آقا زنده باشیم، صد سلامت باشیم. 120 اینچ هم لیلام میکنه. گرچه سایز کلون که هسته میفهمیم قیمت های دلاریه، اینا رو هم دلار لیلام میکنیم. تقریبا 1.12 پایه هسته. 100 120 110 سایزهای هم کلونه. اینا دیگه فکر کنم آقا بس بندی از اینا باز دیگه سیستم اینا بله آقا جان گل اینا که هسته سایزهای هم کلونه نمیشه که ما سمو تسلا بستیم چون میکنه. این پلاستیک کمپانی خود کارتن کمپانی بله. این سایزها کلون ما قاسم جان گون 100 اینچ 110 اینچ 90 اینچ تا 80 اینچ همین هر 4 سایز از اینا لیلامه. سایز کلون ما که هست ای تلویزیون 80 اینچ کمپانی سونی ژاپن 4K اسمارت اصل قیمت $1500 نو صفر شما بستنیم. این با 50% تخفیف امروز لیلام میکنیم به $7500. چند افغانی میشه؟ تقریبا 50000 و 53 تا 52000 میشه. 80 اینچ 4K اسمارت آخرین سیستم اوکی هم قاسم جان گل اینجا نوشته، یعنی از کمپانی اوکی بچرخم بسته افغانستان هم بچرخم که از این قیمت کمتر بود هم رایگان از دوستا. 120 اینچ قاسم جان گل که انا خطی دیگه میبینیم قسم شما بلنده دیگه الان بلندتره. بله از دوستام بلندتره. 120 اینچ قاسم جان گل اصل قیمت $2200 تا $2300. اینم 50% تخفیف میدیم $11.5. $11.5 مدل بالا، حافظه، بلوتوث، وای فای، اینترنت، آخرین سیستم دیگه. اینا تلویزیونایی از قاسم جان گل یا به سالونا کلونه باشه یا فروشگاه کلونه باشه یا خونه‌ای باشه که دقلین 15 بخوره. دیگه اینا دیگه به دوربین هم خوبه. دیگه باز اینا خوراک پابجی و پلی‌استیشن و فوتبال دیگه دوستایی که اینا بازی کار دیگه بله دوستایی که به حساب گیم و پلی‌استیشن و پابجی استفاده میکنم دیگه خوراک از اونایه. کیفیت تصویر خیلی بالایه. 4000 پیکسل همون رزولوشن صفیونه. آینه اگه استفاده کنه فیلم سه‌بعدی نشون میده. حافظه، بلوتوث، وای فای، آخرین سیستم. همه کره دیگه همه چیز استفاده میشه. سینما بی تکت قاسم جان گل سینما ببریم بی تکت به خونه استفاده کنیم. ارزون بله $1250 120 اینچ. خب دیگه این هم 120 اینچ این هم به $1250 به لیلامه. او تلویزیون ما باز سایز خودتر 80 اینچ او $7500 چیزی که بیشتر گفتیم جورمونه. دیگه قاسم جان گل تلویزیون ما 75 اینا کلا همین تقریبا 80 پایه 70 پایه اینا کلا 75 اینچه. اینا قیمت اصل قیمتی و 30000 افغانیه. بسته بازار دوستا بگردم پرسان کنم قیمت گیرم با 10000 تخفیف 25000 افغانی نم به لیلامه. 75 اینچ 4K اسمارت بلوتوث وای فای اینترنت 25000 افغانی کلا به لیلام شد دیگه. ان شاء الله ما و شما از ام سایز 37 تا 120 اینچ لیلام کردیم. اون دوستا ما اگه کامرا رو چرخدم داخل گودام انگارم ببینم دوستا ببینن سعی کنم. نه مثلا کنیم جای کلان مکان کلانی هست دیگه میبینین که نام خدا طولانیه درسته؟ بله طولانیه. ما هم همین قولی که به دوستا کردیم به بیننده کردیم که باز بالاخره لیلام میکنیم به همون قول خوب به همون وعده خوب وفا کردیم. یعنی هر هفته ما لیلام داره. بیشتر دوستا زنگ میزنم کامنت میدم پرسان میکنم که چی رقم لیلام. ما با هر برنامه خو میگیم که فقط هفته یک روزا پنجشنبه ما لیلام داریم. با 5 تا تلویزیون یک دونه جایزه. کسی که از طریق پیج شما از طریق یوتیوب از طریق پیج خود ما 500 تخفیف داره از نخر بازار. بسته بازار رو بگردم 500 ما کم میکنیم. دیگه ارسال هم داریم به 34 ولایت ارسال هم داریم. چک هم ارسال داریم ناچک هم داریم. دوستا ما به کابل میبرم به مزار میبرم به قندهار میبرم به جلال آباد میبرم به 34 ولایت ما ارسال داریم. آقا صاحب امروز از طریق پیج ما آماده بودن بودی کنش. بله فکر کنم که
از 500 هم بیشتر شما تخفیف دادیم به عزیزای. یعنی باور به خدا کنیم که خود شما شاهد صحنه میکنه. زنگ زدم از طریق پیج اومدم. اصل تلویزیون قیمت 7500 7000 بود. ما تقریبا 1500 تا 2000 کم کردیم میزنه، چون از طریق پیج اومدم. بله خود نشستن با قسم. بله از طریق پیج اومدم. باز دوستا بعضا به خدا میام مثلا میگم از طریق پیج اومدیم، ما میگیم که این 500 مثلا کم میکنیم، باز اونو پافشی دارن که بیشتر کم کنیم. باز هم ما کوشش میکنیم که مشتری از ما ناراحت نباشه. حالا 500 1000 که اونا راضی باشه، همین کار یک روزه نباشه. امروز هم دیگه نمیفهم، چون بچه‌ها به دکان بدم نمیفهم که 1000 کم کردم 2000 کم کردم. بگم چند دفعه زنگ زدم گفتم خیره دیگه، ولی که از طریق پیج اومدیم مشکل نداره. دستخلی نرفتن، ما منجی بودیم دیگه. بله خود شما شاهد صحنه بودین که دستخلی نرفتن ان شاء الله. خب آقا صاحب محترم، دیگه چیزی کنه مونده ان شاء الله. دیگه نه قاسم جان گل، دیگه از این کنتینر ما شما دیگه چیزی نمونده ان شاء الله. دیگه ان شاء الله چیز از این جنور انتقال میدیم به گودام. دیگه باز تصویرها محترم شما بگیریم، تصویر از که انتقال میده از اینا هم بگیریم. دیگه لیلام برام خب کلا به شما گفتیم، شرایط هم بگفتیم، حساب قیمتا هم بگفتیم، حساب کتابی و دیگه اون 5 تا هم به شما بگفتیم. دیگه ان شاء الله چیزی نمونده. دیگه بعد انتقال و دفتر و گودام و چیزای بمونده که اونا رو ان شاء الله تا یک نیم ساعت بعد باز میایم موتور اینا رو انتقال میدیم. دیگه ان شاء الله کدام گپ چیزی نمونده. خب صحیح. خب بیننده عزیز، پس یک وقفه کوتاه میگیریم، بازم با شما هست. بیننده عزیز، ما فعلا به میوند بلدر قرار گرفتیم. خود شما بیننده برنامه ما هستین، طوری که شما پیشتر یادآوری کردین که ما حرکت کردیم دیگه. فعلا هم موتر هم اینجا استاده در حال چکار تخلیه کردیم. بله قاسم جان گل، ما شما پیشتر سر کنتینر بردیم، به داخل انگر بودیم، تلویزیون رو انتقال دادیم به انگر. باز از انگر حال دوستای سر خالی میکنم میبرم به داخل گودام به زیر زمینی که اونجا بخیر بره دیگه. ان شاء الله پنجشنبه هم به جلوه که دیگه باز بیام چیزی که لیلام کردیم قیمت دادیم باز بیام بخیر ببرم. قاسم شاید بیننده بگن که اودم آقای اونردوس کورتیدش باز حالا واسکادی چی رقمه؟ نظر شما چیه دیگه؟ بعد ازم یک رقم باشه. اونجا ما شما بغل گمرک بودیم، کمی او خنک‌تر بود. بله حالا باز به دفتر اومدیم و کمی گرم‌تر. بله دیگه از اون سو ما شما مصروفیم دیگه. ان شاء الله به مرحله آخر رسید دیگه. از کنتینر تا شد به داخل انگر، از اون پس به موتورا تا شد دیگه. حالا باز دوستا انتقال میدم به داخل چیز، داخل گودام که باز از اونجا دیگه باز بیاریم به بالا دیگه، باز به دسترس دوستا ایزا قرار بدیم ان شاء الله. بسیار صحیح. بیاین که بازم از آقا سپرسان بکنیم. همین پنجشنبه که شما گفتیم لیلام، بله با قول خود ان شاء الله استادیم دیگه، بار دیگر هم تکرار کنیم ان شاء الله 110%. 10% هم بیشتر. 10% بیشتر. 110% ان شاء الله. پنجشنبه ها از ساعت 9 صبح تا 9 شب دیگه لیلام ما ادامه داره. از خودترین سایز تا هم 120 اینچ کمی کلونا که امروز رسید که کلانترین سایز بود دیگه. قیمت ظرفی بازار برای یک روز به هر هفته ما لیلام داره. هر هفته، یعنی نه که یک هفته باشه، هر پنجشنبه یا پنجشنبه ما لیلام داره دیگه. 5 دونم که دوستا بخرم، یک دونم تلویزیون 43 اینچ که $100 قیمت اینه جایزه داره. این 5 دانه که شما میگین بخرم، یعنی همون فرصت 5 دانه بخرم نکنیم، مثلا یک امروز بخرم، یک باز ما دیگه بخرم، یک ما دیگه چی رقمی بیشتر توی قاسم جان اگه 5 تا خب به یک روز بخرم که او هم خب باز ناجایزه دیگه، چون او هم باز کسی شاید توان نداشته باشه به یک روز 5 تا بخره یا به 100.
5 تا به یک هفته بخرم. یعنی 5 فاکتور به یک هفته با من بیارم، ما یک تلویزیون 45 بزن جایزه میدیم. یک روز هم کمه، یک ماه هم خیلی. یک هفته که هست اما اوسط نداره. بسیار سه. آقا صاحب چی پیام باقی مونده؟ یاد من نرفته باشه، بس هر چی پیام داریم بگیم. زنده باشیم، خیلی بینیم. تشکری میکنم بازم دوباره از شما، زحمت کشیدیم بیامونیم به سر کنتینر دیگه. باز با همین برنامه لیلام خودم هستیم ان شاء الله دیگه. پیام به تمام دوستا عزیزا اینه که اول قیمت بگردم باز بیایم، یعنی پرسان کنم. اگر روز پنجشنبه میایم که اون نخر ما خو کلا لیلامه ظرفی بازاره، اگه دیگه روز هم میایم پرسان کنم بازار بگردم، هر چی که بازار بود 1000 کم بدم، 1000 ظرفی بازاره. اگه از طریق پیج میایم 500 هم دوباره باز مکم میکنه. پیج رو فالو دارم 500 مکم میکنه. از طریق یوتیوب میام، از طریق اینستا میام، از طریق پیج میایم 500 موزه کم میکنه. دیگه ان شاء الله خوب و خوش باشم هر جا هستم. بازم لیلام شما ادامه داره، بازم کنتینرها باره است، موتورها باره است، مید سامان باره است دیگه. بخیر رسید ما شما به جریان بگذاریم ان شاء الله. تشکر از شما. در اخیر بازم آدرس بگین، به خاطر از اینکه همین بینندای ما بسیار ما را اذیت میکنن. یک سر میگم آدرس ما چندین بار برای شما ان شاء الله گفتیم آقا صاحب بگید، درسته؟ بله دوستا به جریان باشم. بازم خیلی کامنت دادم، پرسان کردم. آدرس ما خیلی جا واضحه، سرک 64 متره، فروشگاه میوان بولدک، بین امام مسلم 38 و 36 بغل پمیر سکلت، روبرو جاده باغدش. 0791 37900 هم شماره اینا، 2400 هم خدمت اینا. واتساپ، تلگرام، ایمو هم شماره هم فعاله دیگه. همین 100 وقت بکن به خدمت اینا. تشکر از شما. موفق باشین، بخیر باشین. خب بینندای عزیز، طوری که دیدین که آقا صاحب بزرگوار ان شاء الله تمام مال چکار کردن با تست دیدن. ما شما دیدین دیگه تست دادن. واقعیت زمانی که همه چیز بدیدیم بی کردیم و پرسان کردیم و سوال و جواب کردیم به چی نخراب بود. اصلا شما باور کنید ببین چی میگم، تلویزیونا صندوقی میگم همینا به قیمت به شما نمیدن. تمام مال ان شاء الله آقا صاحب با تست کشیده. واقعیت برای شما میگم بینندازی هر چیز زودتر ان شاء الله عجله کنیم تا این فرصت از دست ندیم. بازم میگم سید قاسم هنردوست هستم. تا گزارش بعدی که به کجا خواهیم بود شما رو به خدا دکتر بیام تا شب شما خوش. خدا نگهدار.